Pas de soleil, 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 pas de soleil. هلو. آها از اونجایی که ما 2 ساعته نه 3 ساعته پرواز داریم و سفر کاریمون یه جورایی خیلی بد پیش رفت و اینطوری بود که دیگه آره نشد. خلاص اونطوری که می‌خواستیم اتفاق نیفتاد. ما دیگه سریع‌تر داریم برمیگردیم، یعنی ما امشب هم میتونستیم مسقط بمونیم ولی دیگه همونطور که مستحضر هستید داریم رهسپار فرودگاه میشویم و دیگه انشالله برویم خونه. ولی یه سری چیزایی که من خیلی برام جالب بود اینجا در مورد اینجا این بود که خیلی آسفالت‌های تمیز، کف خیابونا تمیز، یعنی هم منطقه مثلا حالا پولدار نشینش رو رفتم دیدم و هم منطقه حالا متوسط و فقیر نشینش. تقریبا آسفالت‌ها بیوتیفول، یعنی ماشین یه ذره تکون نمیخوره. حالا دلیل اینکه این احساس هم به آدم میده اینه که ماشینا واقعا خوبن اینجا. ولی نکته دیگه ای که هست اینه که آقا خیلی تمیزه، یعنی واقعا کف خیابونا اگه از جاده و کف فروشگاه و مال و هر جایی که بودیم مرتبا داشتن تمیز میکردن. با این ماشین گنده هست که ای صدا میده. حالا من جنوب زندگی کردم، هم مثلا سیستان بلوچستان زندگی کردم، هم سمت هرمزگان زندگی کردم. اینطوریه که واقعا خیلی وایب شبیه هم سیستان بلوچستان و حالا هم چابهار بود که من زندگی میکردم. آب و هواش همون شکلیه. الان که آب و هوای ملسه گولی مگوله خوبی داره. الانم اینه که دم مسجد سلطان قابوسی و با حجاب بریم داخل. یعنی به این لباس من این معلوم باشه گیر داد و گفت یک سه بلندتر باید بپوشی. ولی حالا برم ببینم میتونم چکشونو بزنم و بگم آقا من شلمو سرم میکنم و بذار بیام تو. خدشه‌شو داری که آها یه مشکل دیگه ای که داشتیم این بود که هیچ کدوم زبانمون خوب نیست. خب و اینکه اینجا حالا تا جایی که با آدمایی که مواجه شدیم اکثرا میشه گفت که تقریبا انگلیسی رو میفهمن و میتونن حالا یه چیزایی بگن. هیچ کدوم مثل خودمون انگلیسی خوب نیست، ولی در حدی که بتونیم مثلا یه سری کلمات رو رد و بدل کنیم هست. و اینکه خیلی آدم اذیت میشه وقتی زبون اون کشور خب 100% بلد نیست و اون نیازهای اولیت رو شاید بتونی برآورده کنی، ولی اعتماد به نفست به شدت میاد پایین بابت اینکه آقا نمیتونی با یکی مکالمه کامل داشته باشی. و مثلا من مشکل اصلی اینه که مثلا میفهمیدم طرفدار بهمون چی میگه و با لهجه، فقط لهجه. وقتی با لهجه عربی میخوان انگلیسی حرف بزنن یا بنگلادشی که میخواد بنگلادشی، اما مخصوصا خیلی بدتره. خیلی وضعیت فجیعی پیش میومد که من میفهمیدم چی دارن میگه، من نمیتونستم جواب بدم. خیلی زبان بخونیم. زبان خیلی به درد میخوره. به خودم برش که رد دادم فعلا تا دور دیگر بود. اینطوری کنیم میزم تو کلم چی بخورم در
علیرغم اینکه هیچی از شراب مراب اینا سر در نمیارم، ولی به نظرم جالب میتونه. چقدر گوگلیه از ایناست که نمیتونم. I don't know. چقدر جالبه از نزدیک. چقدر اینو 13. خیلی بابام دارن با دقت زیادی نگاه میکنن، چک میکنن ببینن اینو می یه ورق بزن که بفهم جای کتاب میخونی. همه کار کردی الا کتاب خوندم.